اگه شما هم فرزند خردسال دارین احتمالاً این سوال براتون پیش اومده که تا چه سنی نباید شیر گاو پاستوریزه به فرزندتون بدین و اگه دوست دارین در مورد ضررهای شیر گاو در مورد فرزندتون بیشتر بدونین توصیه میکنیم که این ویدیو رو تا انتها ببینید و اگه کانال ما رو سابسکرایب ندارین حتما اون رو ساب کنید چون همه ویدیوهای ما بر پایه و اساس علمی هستند. سلام، به چنل ما خوش اومدین. امین احدی هستم، فیزیولوژیست و محقق علوم پزشکی و بیماری‌های مختلف. خب طبق نظر آکادمی اطفال آمریکا و بسیار از مقالات و در واقع متخصصین اطفال، به اطفال یا خردسالان کمتر از 1 سال نباید شیر گاو داده بشه. اما علت علمیش چی هست؟ شیر گاو به نسبت شیر خشک و یا شیر مادر از آهن کمتری تشکیل شده، یعنی دارای آهن کمتری هست و همین موضوع به مرور زمان باعث ایجاد کمخونی در خردسال شما میشه یا فرزند شما میشه. به همین علت این یکی از بزرگترین علت‌هاییه که نباید به بچه خودتون تا کمتر از 1 سال شیر گاو بدین. از علل دیگر میتونیم به کمبود لاکتاز یا آنزیم تجزیه کننده لاکتوز در واقع اشاره کنیم در اطفال کمتر از 1 سال. وقتی که شیر گاو به این در واقع اطفال داده میشه یا به این خردسالان داده میشه، به خاطر اینکه آنزیم لاکتاز در واقع بدنشون کم هست، اون لاکتوز موجود در شیر گاو باعث میشن که ایجاد نفخ، سوء هاضمه و بسیاری دیگه از علائمی رو کنه که برای فرزند شما مقداری عذاب آور هستش و باعث میشه که گریه های پی در پی و نفخ و دلدردهای شدید و کرامپ های شکمی رو داشته باشه. پس بنابراین کلا توصیه میشه که تا قبل از 1 سال شیر گاو داده نشه. اما شیر گاو به چه میزان و در چه سنینی باید داده بشه و ضررهای اون چی هست؟ اگه شیر گاو رو ما به فرزندمون بدیم چه مشکلاتی میتونه براش به وجود بیاره و آیا میتونیم این شیر رو به صورت شیر کاکائو به در واقع طفل خودمون بدیم یا نه؟ که اینا سوالاتی هستن که در ادامه ویدیو بهشون خواهیم پرداخت. خب شما میتونید تا 1 سالگی از شیر خشک یا شیر مادر به عنوان تنها منبع استفاده شده در واقع شیر برای فرزند خودتون استفاده کنین. از سن 1 سالگی تا 2 سالگی میتونید شیر گاو پرچرب به فرزند خودتون بدین، چرا که چربی اون برای رشد مغز کودک شما ضروری هستش. اما این میزان نباید بیشتر از تقریبا 700 تا 800 میلی لیتر در روز بشه و اگه بیشتر از این میزان بشه میتونه خطراتی رو برای فرزند شما به دنبال داشته باشه، البته میگم تا 2 سالگی، و میتونه باعث ایجاد تشکیل سنگ‌های کلیوی، چاقی بیش از حد و حساسیت به پروتئین شیر گاو و حتی باعث ایجاد کمخونی به خاطر مقدار زیاد کلسیم و سنگ‌های کلیه و ایجاد سنگ‌های کلیه بشه. از 2 سالگی به بعد میتونید از شیرهای کمچرب برای فرزند خودتون استفاده کنین، به خاطر اینکه دیگه چربی خیلی زیادی مورد استفاده نیست و این نیازمند مشورت با متخصص تغذیه اطفال هست. و اگه بیشتر از این حد به فرزند خودتون شیر بدید، به خاطر اینکه کلسیوم زیادی در شیر گاو وجود داره، مانع از جذب در واقع آهن میشه، چون این دوتا با هم دیگه در جذب رقابت دارن و کمخونی رو به وجود میاره، مشکلات کلیوی مثل سنگ کلیه رو به وجود میاره و مشکلاتی مثل چاقی و اضافه وزن بیش از حد رو به دنبال داره و کلا ضرر داره اگه بخوایم بیشتر از مقدار لازم به بچه خودتون شیر بدید. اما اینکه بخوایم شیر رو با کاکائو ترکیب کنیم و به بچه بدیم، توی برخی از کاکائوها کافئین وجود داره و همین باعث بیقراری و فعالیت بیش از حد فرزند شما میشه و بهتره که شیر رو بدون کاکائو برای بچه‌تون در واقع در نظر بگیرید. اما اگه میخواین شیر کاکائو بهش بدین، میتونید از بعد از 2 سالگی با عسل و یا در واقع خرما اون رو به بچه خودتون بدید و بهترین شیر برای یک طفل بالای 2 سال شیری هستش که بدون کاکائو هست و میتونید شیر رو با خرما یا عسل ترکیب کنید و به فرزند خودتون بدید. و اینو به خاطر داشته باشید که دادن عسل به فرزند زیر 1 سالتون بسیار خطرناک میتونه باشه، به خاطر اینکه ممکنه سم بوتولیسم از زنبور در اون وجود داشته باشه و این میتونه باعث ایجاد حساسیت‌های آنافیلاکتیک و خطرناک بشه و شما به هیچ عنوان نباید به فرزند زیر 1 سالتون عسل بدین. خب این ویدیو اگه مورد پسندتون بود میتونید اون رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و از بقیه ویدیوهای ما هم دیدن کنید.